8 شهریور 1393. ساعت الان هلوش دقیق نمیدونم 3:30 بعد باشه، 3:30 بعد از ظهر. خیلی هم گرمه. از این خیابان شاه حسینی هم بعد بیام بالا. همیشه این عرعرها رو که میبینم، یعنی رنگشون و سرحالیشون تو این هوای گرم و خشک، باعث هم تعجبم میشه هم ستایشم. خیلی ازشون فیلم گرفتم، بازم دوست دارم بگیرم. میبینید این درختها خیلی راحت زیاد میشن، یعنی خیلی راحت از کنار درختای قبلی پشت سر هم درختای جوان ریشه میزنند و سبز میشن. بعد همونجوری که میبینید تناور میشن، بزرگ میشن و آب نمیخواند. یعنی تو سخت‌ترین شرایط تابستون، گرمای تابستون، همینجوری به رشدشون بدون هیچ آبیاری ادامه میدن. و جالبتر این که رنگشون برخلاف خیلی از گیاهای منطقه های بیابونی و اینا خیلی روشنه رنگ برگاشون، در صورتی که رنگ برگهای درختایی که تو اقلیم‌های خشک بعد سبزشن تیره میشه تا بتونن آب رو دیرتر از دست بدن بر اثر آفتاب، تابش آفتاب. همونجوری که میبینید خیلی زیاده تعداد این درختای جوونی که از کنار درختای قدیمی رشد میکنه. چیزی که باعث شده با وجود این همه نهال زیاد این منطقه جنگلی از عرعر نشه اینه که مردم با اینا مهربون نیستن، یعنی خرابشون میکنن. مثل این قسمت که میبینید درختها رو بریدن یا اون، یا میشکنن یا فکر میکنن باید بسوزونن. من کسی رو میشناختم که فکر میکرد این درختها آفتن یا باید از بین برن. خیلی از بوشون خوششون نمیاد، به صورتی که این درختای عرعر فقط جنس مذکرشونه که بوی بدون هم تو یه دوره از سال تو بهار تولید میکنه. مثلا این درخت که مؤنث و اینجوری بذر روش تولید شده هیچ بویی در طول سال نخواهد داشت، ولی مثلا این یکی که نره یه مدت کوتاهی تو سال اون بو رو ازش بعد انتظار داشته باشیم. اینو میگفتم که همونجور که میبینید اگه این درخت‌ها به حال خودشون رها بشن، منطقه یه جنگلی از این درخت‌ها خواهد شد که به راستی زیباست، یعنی خوش رنگ و با تراوته. یه جاهایی هم کم و بیش شکل گرفته این جنگل های عرعر، یعنی یه تعدادی از اینها سالها از دسترس همگان به دور بود و پرپشت شده و کنار هم رشد کرده. مثلا این درخت زیبا رو ببینید، خیلی قشنگه. این پارسال سوزونده شد، یعنی کسی اومد اینجا که این زمین رو نذاره شهرداری از آن خودش بکنه. بعد شروع کرد به سوزوندن و از بین بردن این درخت‌ها. با اینکه کامل سوخت، دوباره سال بعد یه جوونه‌هایی از جاهای مختلف درخت دوباره شروع کرد به سبز شدن. حیف این درخت خیلی خوب رشد کرده بود و زیبا بود. تنش رو شاید از این زاویه بشه کوچولو دید که چقدر عطور شده بوده. ولی خب همونجور که می‌بینید بعد از سوختنش از کنارش کلی نهال دیگه سر برآورده. خیلی از درختایی که مردم یا شهرداری تلاش میکنن توی این منطقه ها رشد کنه، منطقه رو زیباتر بکنه، هوا رو پاک بکنه یا جلوگیری کنه از فرسایش خاک و سیل و این حرفا، مثل این درختایی که توی این قسمت میبینید آب زیادی میخوان و تو طولانی مدت هیچ رشد چشمگیری هم نمیکنن. مثل این درختای توت یا حتی کاج، توت و بادوم و
هلویی که اینجا کاشتن مردم. یا این درخته بومی بیمیوه که اینها هم رشدشون کمه و آب به هر حال نیاز دارن. یه منطقه، یه نقطه رو پیدا کرده که آبی ازش بتونه بگیره. این نقطه ازش از بالای کوه بهش مقدار آب میرسیده که این درخت بومی، اسمش نمیدونم چیه، اینجا تونسته رشد کنه. همونجایی که میبینید با اینکه خیلی بزرگ شده نتونسته خودشو زیاد بکنه به دور بر خودش. اما عرعرها، یا این انجیر برای نمونه، اما عرعرها به سرعت زیاد میشند، آبی هم نمیخواد کسی بهشون بده، هیچ مراقبت